اینکه ابراتون چجوری توی خونه لیفت کنید رو بگم. چه حرفا که پشت سر من نزد، واقعا هم حرف در آوردن پشتم. دختر فلانیو دیدی چه خجالت نکشیدی واقعا. مادر شوهرم همیشه میگفت تو پسر من گشنه میخوای بذاری. مادر شوهرم چه کیفی میکرد، یه بنده خدا جای مامانم میگیره، میگه که تو نه مامانمی نه بابامی نه شوهرمی نه فلانمی. سلام علیکم، چطورید؟ حالتون احوالتون خوبین خوشین؟ مامان بابا خاله عمه همه اوکی دیگه انشالله. بچه یه تون صدامو آوردم پایین چون که جوجه هم خوابن. گفتم تا جوجه هم خوابن بیام بالاخره این ویدیو میکاپمو بگیرم، هم شما راحت شید هم من راحت شم. هی پیام خیلی داشتم توی اینستا کم میکاپت یه ویدیو بگی برام بذار. فکر میکنم چه میکاپ خفنی میزنم. بابا یه دونه انگشت دارم من کاملا کاربردی. آی براشه، نمیدونم چیه اینا، براشه دیگه، همون براشه برچسبی هیچی. یه دونه انگشت میزنید تو سایه همه کارتون. حالا میبینید بعد اینکه چه لازم آرایشی استفاده میکنم و میخوام بهتون بگم. در کنارش یه سری صحبت ها با هم داریم و سوالای پرتکرار رو جواب بدم. اگه بتونم همزمان هندل کنم، هم آرایش کنم، هم حرف بزنم، خیلی خوب میشه. بریم ببینیم چی در میاد دیگه. حالا فکر نکنید چه آرایش خفنم بچه. هم میکاپه، هم که فیلتره که صورت اونجوری میفته. بعد جدا از اون اینو میخوام بگم بچه، سر این آنلاین شاپه من انقدری استرس کشیدم، یعنی صورتم پر جوش. یعنی اونایی که منو میشناختن میدونن من اصلا جوش نداشتم. یعنی انقدر این چند وقت بعد یه مریضی هم گرفتم از اون بدتر. مریضی اینه که یک سره باید دستم تو صورتم باشه، هی دستکاری کنم، چون جوش تا حالا نشه اونقدر اعصابم خورد میشه باید دستکاری میکنم. خب بریم سراغ میکاپمون تا دیر نشده حرف اضافه و زرت و پرت نکردم. بریم بچه. من لوازم آرایشی خیلی فولاچری و گرون استفاده نمیکنم. اول اینو بهتون بگم، دوست دارم استفاده کنم ولی استفاده نمیکنم. قبل از هر چیزی خب بذار اول من یه دستم بردارم، صورتمو قشنگ تمیز کنم. میخوام بهتون رازه این که ابراتون چجوری توی خونه لیفت کنید رو بگم. اینو مثلا به درد میخوره، از خودم در آوردم و فوق‌العاده خوبه. بعد ابروهای من خیلی کم بود، با این روش تازه به جای اینکه مثلا ریزش پیدا کنه ابروام پرپشتم شد. بچه‌ها یه دقیقه ویدیو نگاه کنم ببینم چیزه داره خوب میگیره. بیچاره داشت خوب میگرفت. خب صورتمو پاک میکنم اولش. خب قشنگ همه جای صورتم ببینم. بچه بازم من نمیتونم تو دوربین نگاه کنم و آرایش کنم و تو اصلا نمیتونم، دست خودم نیست. بعد مطمئنم که الان دارم آموزش میدم، یعنی یه جورایی میخوام بهتون نشون بدم، نمیتونم درست حساب اونجوری که باید آرایش کنم. خودم گم کردم. یا امام حسین یا ابوالفضل شبیه جزامیا شدم. چه وضعشه، چرا انقدر توش دادم یعنی. ولی آهان اینم بگم، حالا من رعایت میکنم، خیلی من تنها دلیل اینکه صورتم تا الان یه دونه هم جوش نداشت این بود که توی هموم از روشور استفاده میکردم. صورت اصلا لایه برداره دیگه روشور یا جورایی قشنگ اینقدر صورت. الان چند وقتمونم استفاده نمیکنم راستی، اونم میتونه دلیلش باشه. خب بریم. برای من اینجا رو ریختم به هم، من اینکه میخوام یه دونه میخوام ویدیو بگیرم. زندگیمو ریختم به هم. بچه قبل از هر چیزی یه مسواک برمیدارید کاملا کاربردی. اوکی صابونم نشون نمیتونم، خیلی کثیفه. بچه این صابون رو میبینید، این صابون گلیسرین، صابون بچه گلیسرین فیروزه. صابون فیروزه با گلیسرین بچه است. صابون بچه گلیسرین فیروز. حالا جمله بندیش نمیدونم چجوری ولی اینه. صابون گلیسرین بچه فیروز. آقا صابونه گلیسرینه. خب بعد مارکش فیروزه، صابون مخصوص بچه هاست. اوکی بعد فهمیدید دیگه. بیا من اصلا اول کاری تر زدم.
بچه یه زن نمدار میکنید مسواکو. خب بعد میزنید به این صابونه. خدایا حالشون هم میخواد با هم بخوره یا اول پس. خب حالا زدم. بعد ابروها رو همون جهتی که دوست دارید شونه میکنید. الان میام نشون میدم از نزدیک. من گفتم من نمیتونم دوربین رو نگاه کنم. چقدر زیر ابروام در اومده، چقدر همه چیمو دارم میبینم، به چشم داره میاد. بچه ها انقدر قشنگ این روش. بیا شد لیفت. حالا هی برو بیرون 400 تومن بده. تازه یه هفته بیشترم نمیمونه اون لیفت، چون من خودم لیفت انجام میدادم، اکستنشن کار بودم قبلا. شبیه پسرایی که دست فروشی کردن، پیک رفتن، همه کار کردن، شبیه اونا بودم. من همه کار کردم به خاطر اینکه نمیتونستم بیکار بشینم تو خونه. بعد اینکه بیا بیا یا یا ببین کیف کن. برو دعا به جونم کن. این یه مورد واقعا بعد آموزش میدادم. البته آموزش دادم اما توی هایلایت این اسم هیچکی درست حسابی نمیره نگاه کنه دیگه. فقط اسمش هست، رنا نشون بده. اون برو آموزشامو نگاه کنه. یا آموزش نداده بودم یه توف کن تو صورت. آدم خسیس و بخیلی نیستم که. خب اوکی. الان این از این صابون گلیسرین فیروز مسواک نمدار کردم، زدم به صابون و ابروهام شد لیفت. حالا اگه روی این کرم مرطوب کننده نزنم سفیدک میزنه ابروهام. حالا چیکار میکنم بچه ها؟ کرم دست و صورت به والله این مارکای خارجی بازی نه ها، فقط و فقط دلبان به والله قدیمیه، به خدا خیلی خوبه. یعنی من کرم دست صورت رو دست این ندیدم. خب اصلا برای من بچه راستی کرم نمیزنم به صورتم، فقط پنکیک خالی میزنم. به خاطر همینم پنکیک برای اینکه خوب بخوابه رو صورتم کرم نرم کننده رو باید بزنم. حالا اینو پخشش میکنم. چقدر من از بچگی عاشق میکاپ کردم بودم بچه ها. یعنی بهتون بگم از 5 سالگی 6 سالگی علاقه داشتم، اصلا خیلی علاقه داشتم. میرفتم میشستم جلو آینه سایه سبز رو میزدم، اینجا رژ قرمز رو میزدم، میرفتم جلوی آینه اینجوری با خودم میرفتم چه عشقم میکردم. دنیای کوچک دخترها. خب نه اینجوری بچه روی ابروهامو میکشم به همون حالتی که شونه کردم که سفیدک نزنه. تمام شد رفت. ایزی ایزی. تمام. یه ذرم عجله کنم جوجه هم اگه بیدار شد برم برسم. کرم نرم کننده رو زدم روی ابروهام اینجوری دست کشیدم که سفیدک نزنه. حالا میریم سراغ این زیر بچه اینی که الان میخوام بزنم و خب کانسیلر میگن دیگه، فکر میکنم درست داره. یه دقیقه وایسیدین پدمدمو پیدا کنم. آره بچه این خب مریدا کاسمتیک مریدا اسمش. اینو بهتون بگم یه ماه یاد گرفتم. اصلا این کارو نمیکردم. وقتی که سر بچه ها بیخوابی کشیدم شب و زیر چشام گود افتاد به خاطر اون استفاده کردم. اینجوری 4 تا میزنم زیر چشم دقیقا اونجایی که گوده، بعد پخشش میکنم و همین. یعنی میزنم اینجوری ضربه زیر چشم که این گودی چشمو بگیره دیگه. پنکیک کاور نمیکرد انقدر گود بود زیر چشم. چقدر موجه هم خوب مونده ولی ترمیم لازمش شدیده موجه ها. چی شد عمری بود این چیزه. اینو میخواستم بهتون بگم بچه. بعد من اینقدر علاقه شدید به آرایش داشتم، اصلا اون بچه که هر جا میرفتیم آرایش میگه. مامانم یعنی خودشو پاره میکرد، از اینجا پاره میکرد تا اینجا. آبرومو بردی، میخوام بگم دختر فلانی اینجوریه، شوهر گیرت نمیاد، هیچکی تو رو نمیگیره، فقط قور چرا آرایش میکنی؟ حرف در میارم پشت. واقعا هم حرف در آوردن پشتم.
چه حرفا که پشت سر من نزدن. خب شاید همین الان پیگیر شدید منن، همون آشناهایی که پیجمو دارن، اینستامو نگاه میکنن ولی دقیق از یک ریپلای تبریک، یه مناسبت ها تبریک، بچه به دنیا بیاد تبریک، هیچی، ولی پیگیر شدید بنده هستن، همونایی که پشتم خیلی حرفا زدن. بعد من بچه آدمی بودم که همین بودم دیگه، از اول آرایش کردم تا الان، و همون آدمایی که پشت سر من حرف زدن و گفتن که دختر فلانیو دیدی چه آرایشی میکنه، از خودش در اومده، همونا یا دخترشون به بدترین راه ها رفتن یا هزار تا غلط کردن که بدم نبود، ولی از اون کاری که من مثلا آرایش میکردم اینا از خودشون در اومدن، یه دفعه از حالت مذهبی یهو در اومدن این عقده‌ای و فقط آرایش میکنن. ولی من از همون اول همین بودم آقا، همین، و آدم سرتقی هم بودم، حرفش که گوش نمیکردم، بیچاره مامانم خودشون میگه آرایش نکن، و خیلی علاقه داشتم دیگه، بعد آرایش میکردم. خب زیر چشامو کانسیلر زدم، دلم خیلی پر بود دیدی. آخه بچه خیلی جالب بود برام، دقیقا همه اون کسی که پشت من حرف در آوردن که دختر فلانی آرایش میکنه، دخترش 100 برابر بدتر شد، میخواد بره یعنی بقالی جایی میکاپ خلیج فارس میکنه. حالا اون به کنار، من سر کار رفتم، چه حرفا اونجا در اومد که دختر چیه سر کار بره، دختر چیه فلان بره. خیلی جالبه، یکی از همونایی که دقیقا همین حرفا زده بود، آشنا، که دختر فلانی سر کار میره فلانی، همون آدم بعد چند وقت خجالت هم نکشید، به من یه پیام داده بود که پول داری قرض بدی بهم فلان قدر، خجالت نکشیدی واقعا. توف برود توف، من خجالت میکشم. آره بچه ها دلم پر. یه دقیقه من این براشم پیدا کنم، نمیتونم همزمان هم پیدا کنم و حرف بزنم. خب براشم کجاست؟ بچه سر این ویدیوه، خب من همه چیمو ریختم به هم. آها پیدا کردم. خب بچه این از امید یاد گرفتم، راستی پنکیکو من با چیز میزدم، با این پدش، ولی امید که برای عروسیمون که رفته بود آرایشگاه اینجوری بهش پنکیک زده دادن، هی میگفت هنو اینجوری بزنین خیلی خوبه، زدم میدونم چقدر خوبه، و اینکه اسم پنکیک هم بچه شانسی میخرم مثلا این مارک تموم بشه من یه چیز دیگه میخرم هر سری، اینجوری نیست که از بچگی بگم من فلان مارک استفاده کنم. نمیدونم الان فکر کنم 300 تومنه این پنکیکه، الان دیگه زیر 300 تومن پنکیک نداریم. من یعنی یه پنکیکایی میزدم 7000 تومن 6000 تومن، همه میریختن سرش، همون 7 تومنی الان نمیدونم چند شده، 35 شاینه شده بود. بعدش دیگه من اومدیم بگیم انقدر فکر کنم همه رفتن گرفتن تموم شد دیگه، تولید نشد. استار بود بچه ها، پنکیک استار خیلی خوبه اون هم، چون قیمتش هم خیلی مناسب بود. شانس دیگه هرچه بیفته. خب نمیزنم. آره دیدید بچه ها چقدر دلم پر بود. ککمک های صورتم رو دیدید؟ بچه من ککمک اینجا دارم تا اینجا، بعد انقدر بعضی ها هستن خوششون میاد از ککمک، من متنفرم. خب خواهش، بعد فکر میکنم من از چه برندهای خری دارم استفاده میکنم، به والله هرچی دستم بیاد همون میزنم. اصلا اینجوری نیستم که مثلا صورتم عادت بدم به یه پنکیک یا به یه کرم، ولی حیف و مل میشه اینجوری فکر کنم داریم پنکیک میزنیم، نصفش میره رو هوا. وای اینجا جوش نیست، این یه تیکه توموره، به والله این چه وضعشه، یعنی هرچی بدت میاد و سرت میاد. این آنلاین شاپه یه ذره همه چیش رو روال میره، من یه ذره استرس عملم دارم، تاریخ عملم مشخص شده دختر. آهان اینم هست، عملم هم تموم شد، این که چه عملی گفتم که بهتون میگم تو این استا، دیگه اذیت نکنید.
خب خواهر به این صورت. خب پنکیکو میمالی؟ یه چی بگم، من هر چقدر شاید همین آرش که من دارم میکنم تو انجام بدی خیلی زشت بشی. چرا؟ چون قلق صورت خودمون رو باید مثلا دستمون بیاد. مثلا قلق صورتم خیلی خوب بلد شدم، برای همین آرش هم خوبه، ولی اصلا نمیتونم یه کسی دیگه یا میکاپ کنم. خب اینم از پنکیکم که زدم. دیگه چیکار میکردم یادم نمیاد. آها سایه میزنم. سایه بچه ها اون میکاپی که همیشه براتون انجام میدادم و میخوام انجام بدم این سری. خب 2 تا کلا سایه کوچیک دارم، اینا رو خیلی استفاده میکنم. این سایه چیه؟ این هدا بیوتیه، خیلی خوبه اینا. و یه چی بگم، بهترین سایه که تا الان استفاده کردم، اگه مثلا شرطش دارید براتون پولش مهم نیست، مک، چه کرمش، چه سایش، چه پنکیکش، چه مدادش، چه رژش، همه چیش درجه 1. یعنی مک عالی اصلش ها. الان فیکش خیلی هست. خب بریم سراغ. من یه ذره ناخنام کوتاه کنم. چرا؟ چون از انگشتم خیلی استفاده میکنم. و اما بچه ها اینجا یه قهوه‌ای خیلی روشن است. خب انگشتم هم نمیره توش. اون بر نگاه کنید. خب اینو میذارم پشت پلکم. اوکی، حالت نارنجی تور داره. و این یکی پلکم الان احساس میکنم توقع تو این بود رعنا با براش های برند وایلد اسمای خارجی. پنکیکم رو اسمشو بگم بعدم پاید بگید چرا نگفتی. کو پنکیکم؟ اسم پنکیکم بسم الله این چیه؟ چند تا اسم داره. True Match Powder. بچه ها فکر کن اینا هاش بذار نشون بدم، نمیتونم بگم انشالله که معلوم بشه. Makeup Forever نوشته روش. پروفشنال هم نوشته، اینو بلدم بخونم. یکی ها دیگه نمیدونم. خب انگشتم زدم به این سایه قهوه‌ای روشن. من کلا توناژ مسی قهوه‌ای خیلی به صورتم میاد. خب زدم. اوکی، حالا بچه ها اینو میخوام بهتون یاد بدم، خوب توجه کنید. بچه همه آدم این پشت پلکشون، یعنی این دقیقا این پشت پلک نه این بالاتره، اینجا که افتادگی پلک هست، این افتادگی پلک رو من میخوام، این چیزی که خودم میدونم. بچه ها بیدار نشن؟ نه، افتادگی پلک رو همیشه تیره تر بزنید. مثلا من همون قهوه روشن زدم پشت پلکم، اونجا که افتادگی رو داره تیره ترشون میدارم با انگشت. به خدا که این قدیمی آرشگره خیلی قدیمی تر و خیلی حرفه‌ای تر از انگشت. حالا این نه، انگشت کلا استفاده میکنم. به والله انقدر قشنگ فیت میگن چی میگن میشه. ببین کی داره بهتون آموزش میده، برید حالشو ببرید. خب قهوه تیره نگاه کنید، قهوه تیره رو کجا زدم. حالا قهوه تیره این برم بزنم دقیقا اونجایی که افتادگی پلکه هست اونجا. خب بچه ها حالا داستان داره ها این چیزا. من انقدر حرفم پشت بود پشتم حرف بود که خود مامانم مثلا میگفت تو شوهر گیرت نمیاد، هیچی بلد نیستی، هیچ کاری از دستت بر نمیاد فلان. الان همون آدمی که هیچ کاری از دستش بر نمیاد هم خونه داریشو میکنه، هم شوهر داریشو میکنه، هم 2 تا بچه‌شو میرسه، هم سر کار میره، هم اینستا میچرخونه، هم یوتیوب داره میچرخونه، به خودش میرسه، ببین چقدر کار انجام میده. آره
آخه بچه من موقعی که مجرد بودم مامانم چون خیلی حساس بود توی لوازم خونه، مثلا میمدم گازش رو تمیز میکردم، میدم پشت بندم قایمکی اومده داره دوباره تمیز میکنه، چون خیلی حساس بود. من کلا توی خونه کار نمیکردم تا حالا. به خونه خودمون، خونه مامانم جاربرق من تا حالا نه، تو این چند سالی که بزرگ شدم تا حالا جاربرق نکشیدم. سر همین خودش هم میگفت همیشه که تو چی بلد نیستی. حتی مادر شوهرم، چون شاغلم بودم بچه ها، اصلا دیگه کار خونه نمیکردم. من از همون اول دیپلم گرفتم رفتم سر کار، اصلا که کار نمیکردم توی خونه. حتی مادر شوهرم میگفت تو یک سر گوشی هم یک سر دستم. حالا موقع این استام نداشتم، مثلا بلاگر نبودم. مادر شوهرم همیشه میگفت تو پسر من گشنه میخوای بذاری. من میدونم دیگه پسر من بیچاره میخواد چبات، پسر منم همه شکمو، از گشنگی میخواد پسرم بمیره که زنم برای من غذا درست نمیکنه، یا اینکه خونت میخواد یعنی به حالت گرمترین حالت ممکن کشیده بشه. ولی بعد عروسیمون دیگه، ما عروسی هم اومدیم خونمون، اومد هی نگران بود، هی مثلا من گفتش بیاد حالا اوایلشو بیاد خونه ما شام بخورید، نهار بخورید، حالا این چند وقت خونه ما بخورید، حالا تا روال زندگیشون مثلا عادی بشه. ولی من نه، گفتم نه اصلا و یه بارم نمیایم پایین، سر اینکه من دوست ندارم عادت کنم. ما باید خونه زندگیمون سواه، باید همچین سوا باشه. حتی پدر شوهرم دلش نمیومد، میرفت نونوایی برای ما نون میگرفت، من اونم نذاشتم. گفتم اصلا برای ما نون نگید، بذارید امید بگیره، عادت کنین، روال هستش، باید نون بگیر، ما همچین سوا باید باشه. بعد دیگه از همون اول عاشق من آشپزی بودم. من عاشق این بودم که خونه برای خودم باشه، همه چیز در اختیار خودم باشه. بدونم چجوری. مادر شوهرم هر سری زنگ ما رو میزد، میومد میدید بخارشور دست منه، یعنی هیچ زنی از بخارشورش هر روز استفاده نمیکرد، ولی من میکردم. دیگه این حالت شد وسواسی برای من. هی جاربرقی بکش، هی تی بزن، هر روز کی از خونه 2 نفر آدم امیدم صبح میرفت شب میاد. کافه داشتیم اون موقع دیگه، ساعت 10 صبح باز میکردن، ساعت 12 شب میومد خونه، هیچکی نبود. ولی یک سره بخارشور لای پنجره ها، بابا کی پنجره هر روز تمیز میکنه؟ خیلی وسواس بودم. غذام همیشه به راه بود، بهترین غذاها رو درست میکردم، چون خیلی علاقه داشتم، با عشق غذا درست میکردم. مادر شوهرم چه کیفی میکرد دیگه. آخر گفت من انقدر نگران بودم که تو هیچی از دستت بر نمیاد. ولی الان میبینم که تازه بچه اطرافیانم هم تشویق کردم به اینکه اون مثلا هر کی هم که خونه من میمد ناخودآگاه کشته میشد به حالت اینکه بذار منم کار کنم، بذار تمیز کنم. استوری هم که بعد یه تایم بلاگشم استوریامو میذاشتم، همش تمیزی خونه بود، یعنی استوری بعدی تمیزی خونه بود فقط. بعد دیگه فک و فامیل میگفتن تو رو نگاه میکنیم، ما هم پا میشیم یه کار میکنیم، بسته دیگه بشین سر جات. دیگه این شد ماجرای این که چجوری. خیلی من غذا پختن دوستم، برای همینه که غذا هم خوشمزه میشه، واقعا با عشق درست میکنم، علاقه شدیدم. حالا من تایم زیاد ندارم برای اینکه خیلی وقت بذارم، مگر اگه تایم درست حسابی داشتم چیز غذاهای کشف میکردم و خودم بیا ببین. بچه زیر چشامو دیگه با انگشت نمیتونستم بزنم، خب برای همینم با این زدم. زیر چشمو قهوه‌ای روشن کردم. اوکی خب حالا بچه ها اینو میذارم کنار، انگشتم یه ذره قهوه‌ایه، خب اون میذاره پاکش کنم دست مردم. به لباسی مالی بچه ها دستتون. حالا قهوه روشن و یه ذره میمالم به دستم، به انگشتم، و این یکی هم به انگشتم نمیره دیگه، توش سایم تموم شده. حالا چیکار میکنم بچه ها؟ این دوتا انگشتم و اینجوری به هم دیگه میمالم. بعد حالا این که اصلا کار درستی نیست، ولی حالت ابزاری دماغم اونقدر که میخوام کوچیک کنم، کناره هاشو یه قهوه‌ای روشن میزنم با این نوکشو، بعد پخشش میکنم. بعد این خطه باید صاف باشه، اگر نه دماغتون کج دیده میشه. دماغ من البته کج هستا بچه ها، نمیدونم بعد عمل چه اتفاق افتاد، دماغ بینیم کج برم. من دوست دارم بازم عمل کنم بینیمو، دماغم رو به این بره.
خب حالا اینو میزنم. حالا نمیدونم درست زدم یا نه، توی دوربین خوب میفته یا نه. خب قهوه‌ای کردم، الان فیدش میکنم اوکی. و کنارش یه قهوه روشن میزنم چون کوچیک دیده میشه. و حالا یه خطم اینجا میندازم، دقیقا زیر استخون این گونم اینجوری خط رو میکشم، زیر استخون اینم اینجوری میکشم. یعنی آرایشگرا این آرایش رو ببینه حالشون از آرایش برمیخوره. خب اینم از این. خب دیگه با سایه کاری نداریم، تموم شد. من کارم با سایه تموم شد. حالا بچه اینو میزدم یا رژگونه بزنم بعد. بازم چی کار کردم ایناش بچه؟ وای چقدر کثیف شد. پنکیکم شکسته ریخته توی همه جا رو به گند کشته. باید درست حسابی تمیز کنم. آبرو بر شده. فلورمار، این پنکیک فلورماره چی؟ نه روز گلدن روز نمیدونم. رنگ حالت آجوری قهوه‌ای روشنه. خب اینو حالت رژگونه میزنم روی گونم. خب زیادم میزنم چون قراره روش فیکسر آینه‌مو یعنی چیز برداشت. اوکی. حالا من میگم یه چی نزدم، خط چشمم نزدم. اینو ببینید چقدر پر رنگ زدم. الان درست میشه ها. خب بعد بذار من خط چشمم بزنم یه دفعه و بعدش بریم سراغ بقیه چیزها. اگه من خط چشمم بتونم پیدا کنم که کردم. بچه خط چشم از بچگی من پاریس استفاده میکنم، یعنی رو دستش نیومده، ضد آبش نه ها بچه ها، معمولیش. حالا بچه ها اعصابم خیلی خورده، یعنی کم داد بشینم قشنگ گریه کنم. حافظه گوشیم بچه ها پر شده، نگو از یه تایمی به بعد و من نمیدونستم. همجوری ادامه دادم به میکاپ کردن. میکاپ هم تموم شد، حرفام تموم شد، اومدم بزنم قطع شده، حافظم پر شده چون کلا گوشیم پر از عکسای بچه ها. دلم هم نمیاد پاکشون کنم، اون زودتر باید یه فکری به حالشون کنم. دیگه بچه آرایش کردم دیگه. حالا تنها چیزی که میتونم بگم اینه، من دقیقا داشتم خط چشمو میکشیدم که خیلی راحت هم کشیدم. حالا تو زلیخایی فقط بالای چشمو کشیدم. خب با خط چشم پاریس بچه ها، ضد آبم نه معمولیش اصلش. و اینکه بلا فاصله بعد خط چشمم بچه ها اگه میخواید اونو یاد بگیرید بچه خیلی راحت کشیدم. مثلا حتی نشونم بدم. من چون خیلی آرایش کردم میگم از بچگی، از همینجا شروع کردم رو به این بر. اول از پایینش شروع میکشم بعد بالا شد اوکی میکنم. و چون از بچگی کشم کلا عادت کردم. شما مگه میخواد یاد بگیرید یه چند سری خراب میکنید بعد یاد میگیرید. و سبای اون بچه ها بعد اینکه خط چشم بالام کشیدم بچه 3 روز یاد گرفتم اینو. فلورمار پودر فیکسه، خیلی عالیه. من چون زیر چشم کانسیلر میزنم، حالا یا جنسش خوب نیست یا چی، زیر چشم چروک میشد و میماسید. وقتی این استفاده میکنم دیگه که زدم به براش کل صورتم پخش کردم اینو، مثلا زیر چشامو کلا ببینید صورتم یه ذره فید شده، اون خطا کم رنگ ترشن، مثلا خیلی قشنگ شده، فقط به خاطر اینه. کل صورتمو از این زدم. بلافاصله حالا بعد این خط لبمو کشیدم، بعد روژمو زدم. روژی هم که استفاده کردم خیلی طرفدار داره توی اینستاگرام، اینه بچه‌ها، اسمش لاواری پرفکته، شمارشم 537. خیلی طرفدار داره که اینو زدم. اگه روی این برق لبم بزنید که میتره کنه. انقدر بچه ها اعصابم خورد شد، دوربین قطع شده، یعنی واقعا خیلی ناراحت شدم. چند وقت من میخوام این ویدیو رو بگیرم، وقت نمیشد سر بچه ها دیگه. حافظم پر شد، صدای بچه ها هم برمد، رفتم یه دور اونا رو سیر کردم، بعد اومدم اینجا.
بعد اینکه پودر فیکس رو زدم 2 تا نقطه، من خیلی خوشم میاد زیر چشام 2 تا نقطه میزنم، 2 تا نقطه با خط چشم اینجوری زدم و منم از رژم با خط لب فرم لبم یه جوری میکشم، این گوشه هاشو زیاد نمیکشم که لبم اینجوری دراز شه. آقا همین بود دیگه آرشم، ببخشید دیگه دستم بچه همین بر اومد دیگه، حافظه پر شد، یعنی من آرشمو کردم، اگه کار دیگه نداشتم با بچه ها و اینا من باز دوباره پاک میگم ادامهش میرفتم، ولی متاسفانه وقتشو ندارم. تا اون جایی که میتونستم دستم برمیاد براتون انجام دادم. بذار ببینم باز داره میگیره یا قطع شده؟ نداره میگیره، خدا لعنتش کنه. حالا میگرفتی اینو بعد قطع میشدی. بچه ببخشید سرتون درد آوردم، فقط یه حرفایی هست دلمه برای مامانم میخوام بگم، یا اونایی که خیلی درگیره خودشون درگیر اطرافیان میکنن، حرفای اطرافیان. بچه رعنا دختریه که خیلی دوست داره برقصه، شادی کنه، انرژی داره، جیغ بزنه، بخوره، بخوابه، شاد باشه، کار کنه، اینه خب. و اگه من حرفای دیگران اطرافیانم برام مهم بود هر کنه رو گوش میکردم، رعنا یه آدم افسرده میشد. رعنا آدمی نیست که بشینه زندگی کنه که فقط روزاش بگذره. من برای زندگیم تلاش میکنم، آدمیم که صبح تا شب دارم تلاش میکنم. خدا شاهده اون مبل 3 نفره ما تا حالا منو ندیده. من برنامه ریزی کردم تایممو کلا بچه‌ها تا ساعت 12 که خوابم، چون این بعد دیرتر میخوابم، با بچه‌ها خوابیم. حالا نمیگم پا میشم شیرشون رو میدم میخوابم، این داستان تا 12. بعدش پا میشم تو ناهار رو اوکی کنم، بچه‌ها رو اوکی کنم، امید میاد زهرا خونه، بچه‌ها رو یه سرنگه می‌داره، من میرم مزون کارای چی میگن یه جنبندیشو انجام میدم، عکساشو اینا رو دوباره میام، بعد دوباره امید میره سر کارش. حالا من میام خونه، کارهای خونمو بدو دارم میکنم، یا شاممو دارم آماده میکنم، مرتب میکنم، اینستا معرفیام. ولی خدا شاهده بین همه این مشغله هایی که دارم حتما یه تایم بعد برای بچه‌هام بذارم، مخصوصا روزایی که مثلا میذارم خونه مامانم، شب میرم دنبالش، بچه‌ها تا ساعت 2-3 شب بیدارن دیگه، 3 بعد میخوابن، تا از ساعت 12 گوشی میذارم کنار دیگه، با بچه‌ها بازی میکنم، خودم میکشم تا ساعت 3 که اونا دیگه خسته میافتن. خلاص این حرفش که گوش نکردم. بچه این یه داستانی میخوام تعریف کنم براتون. یه بنده خدایی، من تازه بلاگر شدم، تازه داشتم شروع میکردم، یه بنده خدایی جلوی مامانم میگیره، میگه که دخترت چرا اجازه میدی دخترت به خاطر پول همه کار کنه، از خودش در اومده، توی اینستا داره از خودش فیلم میذاره، عکس میذاره. من موقع مربی رقص بودم، چون خیلی میگفتن آموزش بده اینا، من فیلمم میذاشتم. و همین آدمی که به مامانم این حرفو میزنه، به مامانم هیچی بهش نمیگه، چون نمیتونه. بنده خدا از اول چون آدم خجالتی معذبه، رنا نکن، اینجوری میگن اونجوری میگن، دیگه نگفته به طرف که تو چرا به خودت اجازه میدی حرفو بزنی، به تو چه، همین، هیچی نه ها، به تو چه، واقعا به تو چه، تو نه مامانمی، نه بابامی، نه شوهرمی، نه فلانمی، چرا اجازه میدی دخترت همه کار کنه؟ اول اینکه دخترش در کنار شوهرش این کارو داره میکنه، بدون اجازه شوهرش هیچ کاری نمیکنه. دوم که چیکار داره میکنه مگه؟ چه کار اشتباهی کرده؟ سوم که تو چجوری به خودت اجازه میدی؟ تویی که تو رو من شاید در کل زندگیم 1 یا 2 بار، اونم تو روزه فلانی، تو جشن فلانی، عروسی فلانی دیده باشم و سلام کرده باشم، همین. چجوری به خودت اجازه؟ و این بچه اینو میخوام بگم، این همون آدمیه که حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم و 1000 تا گوه داره درگیر کل زندگیش، پیر شده فقط بخاطر اینکه پسرش انقدر عذابش میده، به خاطر زندگی دخترش. بچه چی بگم بهتون، تمام کسایی که پشت من حرف زدن، اصلا بابا اینو میگم، داری پشت طرف حرف میزنی، اول یه نگاه به زندگیت بکن، ببین تو زندگی چیزی نداری که مثلا بابا تو دختر داری، پسر داری، عروس میخواد بیاد یا دوماد میخواد بیاد، هنوز زندگیت روالش ادامه داره، زندگی کسی نباید بگی همون کسی که پشتم حرف زده دخترش 1000 جور داره غلط میکنه، در صورتی که بابا من آدمیم که همینم، من خانواده خودم، خانواده شوهرم هر چی که هستیم همینیم، هیچ چیز قایمکی نداریم تو زندگیمون، خدا رو شکر. تمام این حرف زدنم فقط بخاطر اینکه ما همه چیمون روه.
یه تایمی هست، یه قومی هست میگن سمت اونا نرید فلان، تو رو خدا فلانیا نبینن و این فلان قوم پشتتون حرف در میارن. برمیگردم اون قومو میبینم همون قوم خانوم بازی دارن، خانوماشون هزار تا غلط میکنن، 100 تا گوشی دارن، هزار جور کثافت کاری دارن، ولی پشت این اونم میشینن قشنگ حرف میزنن. دقیقا اونایی که میشینن پشت این اون حرف میزنن میخوان اینکه زندگی خودشون هزار تا غلط دارن دیگه. چش ندن زندگی ما رو ببینن. یادم نمیره بچه بودم میگفتن فلان کارو نکن شوهر گیرت نمیاد، تو میخوای بمونی. چی شد؟ زودتر از همین شوهر کردم که زندگی من خدا رو شکر خوبه که صبح تا شب دارم من زندگیم تلاش میکنم. تو همون آدم که تکون داره تلویزیون دست در بیکاری میگی خدای پشت کی دارم بشینم حرف بزنم، در مورد کی حرف بزنم، ولی من وقت نمیکنم چون صبح تا شب دارم میدونم برای زندگیم، برای بچه‌هام، به خاطر خودم کیف میکنم. فقط میگم گوره حرف مردم به جهنم بگید. من خانوادم سالمن، دوستشون دارم، با هم خوبیم بسته، خانواده شوهرم عالی درجه باشون خوبم، خوشم بسته. میخوام بگم انقدر بگم بهتره. ببخشید سرتون باز درد آوردم، طرف دلم بود با هم میزدم. من اینکه واقعا معذرت میخوام که ادامه میکاپمو نتونستم بخوام برم به خاطر این گوشی لامصبم. خیلی اعصابم یعنی کم گریه. بازم حافظم پر شده بود، خداحافظی نکرده بودم بچه تا دوباره پر نشده. خیلی دوستتون دارم، بازم معذرت میخوام که نتونستم کامل میکاپم بگیرم. نمیدونید چقدر مصیبت آرایش کنی با هزار تا کار دیگه که ببینی نگرفته، نتونستم دوباره بگیرم. ببخشید بازم. مرسی که حرفمو گوش کردید، خیلی دوستتون دارم بچه‌ها.